چی گفتم؟ علیرضا سپاهی. سپاهی نه خیر، سپاسی اینجا، این ایران. به اعتقاد من خدا یگانه‌ای مکرر است، یگانه‌ای که با شمار بندگان خود برابر است. به اعتقاد من خدا همان که فکر می‌کنیم درست شکل اعتقاد ماست، شکل باور است. گروهی از میان ما خدایشان بزرگ نیست، خدایشان درست مثل شخصشان محقر است. گروهی از میان ما خدای پرغرورشان همیشه کینه ورز و اخم کرده و ستمگر است. گروهی از میان ما خدای مه گرفتشان شبیه دیدن از ورای شیشه‌ای مشجر است. ولی خدای من خدای عاشقی که روز و شب میان چشمه تبسمش دلم شناور است. خدای من بزرگتر از آنچه که فکر می کند، خدای من از آنچه حرف میزنم فراتر است. خدای من جداست از خدای سخت گیرشان، مرا کسی که آفریده یک خدای دیگر است. گناه اگر نمی کنم برای عرض عاشقی است، وگرنه هر گناه پیش لطف او میسر است. کسی درست می شناسد آن بزرگ پاک را که مثل من تمام عمر با خدا برابر است. به نام نامی یگانه اش قسم که بیگمان هر آن که فکر می کند خدا یکیست کافر است.